خودت سر مردم بشناسن. میشناسم مردم میشناسم. ما در ویدیو که پرسان کنم مرا میشناسی میگه. بله. فاینال ما که باز پرسان کردیم گفت خودت از خاطر بند قرغه آمدی کدام نیانگ پایین است که از سرش نیافته دیگه مایا را گفت حسابش خودت میفهمی که چقدر مایی دی بند قرغه است. بر تحقیق از او هم میگه خودت آمدی بخیر. مار کار است ما. خون نفر پشتت بیل گرفته دیگه او را تو نمیمونی. او را ما حسابش جور میکنیم. اون روبروی کمره است بگو برش چی میگی؟ نه باز ما قطش کار دارم باز. نه دیگه ما خب به طرف هستیم آمدیم کدمی میمان ما که از خارج آمده بود یگان گپا دیم که شما دم ویدیو ما کامنت کردین که برین بیادر که از یگان گپ بزنین مصاحبه کنین که تو چرا حق داری که سر قصاب گپ بزنی یا سر ازی یا سر ازو یا طفلا را بگویی که تو مرا مشناسی یا نمشناسی. دیگه خداوند این تو نخبه ما را نگیره بیای وطن جور کنه گل گلزار کنه. دو نفر ما وارد افغانستان پیدا شود. افغانستان سویزرلند است. یا نمیفهمه. خب نمیفهمه. چادرک مسایی که ایجا که ما من دازم میفهمی به خاطر چی؟ بله. که مردم زنای نامحرم در چشم ما نخوره. خب ایره به او خاطر من دازم. خب در اونجا خب باز میگم یک جای او جرا باند خیال باز اینو تا گپای غلط میده. او وقت من بازی دیدم تا اونجا. نمیفهمیدم. ما طفل 3 ساله شیرخور بودم. هیچ چیز نمیفهمیدم. این کرمچای کسایی که چرا کلاوش افغانی پای نمیکنی؟ تو پایای ما گرم میشه. افغانستان بلند کوی کرتی تسای کو ایرانی کالای تسای کو حق در کو بیادر. ما کلاوش باید بپوشیم. کلاوش یازم بوتکایی که از تایر چی جور میشه در مرادخانی. او رزاز یعنی چیز وطن باید استفاده طلای افغانی را طلای کوپه های اندکوش تو دی طلای ایرانی نگو. بیخی صحیح شاید چی که میگی. خوینال خودت چی میگی با می دوستا چی رقم برنامه را پیش میبری؟ اینه برو بگو. بر دوستا فکر کو که ما بیادر یک شهروند هستم که ما چی رقم مصاحبه میکنی؟ اینه مایی که ما رقمی که خودت میگیری. واه اینه تم یال اصولا چی کدی بس بر دوستای عزیز نمی پیغام است که ما کل مردم که در خارج از افغانستان صدا میکنیم که بیاین به افغانستان. در افغانستان بیاین نمت سراری که خدا اعلا کنین کسی چیزی نمیفهمه. کلشان بیا سرمایه خدا بیا طلای ایرانی را افغانی را ایرانی نگوین. عربی را افغانی بگوین. اگه یک دفعه اعصاب ما خراب شد کل طلا فروشا را بند میکنیم. مرلا میگه بدر من میتونم بیادر ندیدم ویدیوهای ما. دیدم. چی رقم مرلاک میکنم. دیدم مرا راست میگه بدر حالا. خودتان ویدیوها را میبینید. میبینید دیگه خوانه. سانسور هم نمیکنن دیگه. نه سانسور. هر چی که سب کنی نشر میشه. کیسه را سانسور میکنی. کیسه و امام گپ. نه من گفتم نو کیسه هستم یعنی جیبکایم خالیست. امور سانسور که باز میشه. پدر ما کیسه مال بوده. می سرتی چرا بد میخوره و محترم؟ بد نمیخوره خمی گپ خوب نیست. حالا هیچ وقت پشت تا کیسه نکدی؟ کدیم خودم کدیم دیگه. خو خلاص دیگه. مردم باز دیگه فکر میکنه. پلان آینده چی از بخیر که آمدی بر چه وقت هستی یا میری پس اینجا کدام؟ ما پیشترم تو را گفتم که ما طبق یک پلان آمدیم که کسی نشنوه میگه. پلان دیگه اینمی است که الا دادن است. خدا باید ما بسیار و معرفی کنم چون از خارج آمدیم. تو کلان بی سفید ترافیک 20 سال خدمت کرده او را میگی بیا اینجا. حق دارم از خارج آمده دیگه. پلانای انگی ما اینمی است که دیگه ما پلان ندارم که از این خانه برآمدم بس کمره ردم است دیگه. پلان است شاروالی کار شاروالی را ما انجام میتم، از سارندوالی را ما انجام میتم، از پلیس ما است کل کارا را ما چون نابغه هستم. ما از خارج آمده ما هر چیز میفهمم. بله همه الان پشت دروازه اونجا ترقه زده رئیس که میگه بیادر زید از استودیو برای که ما وقتم ندارم میرم فقط اینمی الان از پیشتان رسخت میخوایم که پلانای زیاد دارم ببینم اگه زرگر بود قصاب در کس که در پیشروی ما اومد فقط بیاب کنم خلاص. خب میگم این اماما زیاد دوت میکنم باز حالا ما خود کدام چیز غلط نگفتیم و بیادر میگه اینمی امام دوت میکنن. خود چرا دوت کنه با ما چی خبر شاروالی را بگو. خب میگه تو میری میگی به مردم نشان میدی که نه میگه امام مثلا میرم پروگرامتان با خداحافظ ویدیو هم نشر نکنید. تو چی میگی؟ 10 دفعه گفتم امام دود میکنه فیلتر نداره. امام کیسه صابون این خط قرمز است را برای ما یاد نکن. بد میخوره سر بد نمیخوره هیچ خوشم نمیاد.
حالا بدر خط تو چی رقم میگی؟ ما از اینجا آمدیم کشور اسلام میکنم. اسلام میکنم یا لیره با امام و با صابون و با کیسه. مردم مریض شده و بدر مردم کار خود میکنن و راستی مریض گفتی سر دوا والا که خدا علاج کردم دیدی؟ خب این تو دوا باید این تو باشه تو ما دکترم هستم. خب امروز پلانت سر امام است که دود میکنه. با سر امام میری؟ نه ما هیچ دمی پیش روی امامم تیر نمیشم. خب هیچ امام نامش نگی. ما هیچ ما از دستی که نام بد میبرم. ما امام تشناب میبرم. میگه شستشویت هم در لب بحر و در دریا و یاز امام دیگه نمیری. اون بود که من نمیفهمیدم. حالا دیگه امام بیخی سر بد امام باز گفت یعنی تشناب بود. خب ما تقاضامند هستیم از بزرگایی که در اصل امام و یاس میگه بعضی امام تشناب امام عمومی را میگه. نه نامش نگی بگو. خب همونجا که مردم جان خودم میشه گروپ نامش میگه نگی. گروپ که مردم خودم میشه کیسه میکنه لیف میکنه. لا حول ولا قوة الا بالله. دمی امام که در ای خوب یادر چرک میشی. باز کیسه گفتی نکن نام ازیر نگو جوراب کنه بگو دیگه نام باز دسکش میگیم برو. دوستای نازنین کسایی که در جایی که گروپی 7-8 نفر 10 نفر یک جای امام میکنن چی همون جای گروپی که دستکش و که جراب خدا کیسه میکنن. چی میگه بیادر نگمی کیسه را نامش نگی. خیمه چی رقم بگوی من بگو جراب بگو دستکش بگو کیسه و صابون زیسه نام خط قرمز سیره نگی برم تا که زنده سی از یادت نمیره. من میفهم که مردم چی میگه هدفشان چیه. خب نه و بدر محمد آمدیم گفتم باش میمان ماستی از خارج آمدی چای تا میخ که چای نوشیجان. دوستان نازنین اینا دیدین دیگه که موضوع کیسه و یا شد. نه باز گفتی یعنی برو پناهت با خدا حافظ نگهدارتان.